لبای السلام علیکم بایدم. علیکم السلام. یک سوال داشتیم. میشنوم. جوانان امروز درباره آیت استوا بسیار میپرسند. شما به آنها چی گفتنی هستید؟ سلامت باشید. سلامت باشید. خب نسبت دادن چیز به خداوند چه حکم دارد؟ سلامت باشید. سلامت باشید. برادر عزیز، میپرسید جوانان امروزا بسیارتر سوالشون درباره استوایی که خداوند جل و علا در آیه 5 سوره طه میفرماید الرحمن علی العرش استوی. بعد میپرسه که چیزی که از ظاهر بندگان ای انسان ها آیا او را حکم کرده نشود که او آیا ریاکار است یا او را کافر است، گفته عقیده‌اش نپرسیده. سلامت باشید برادر عزیز. کلمه استوا ما پیشتر شاید شما از این خبر نداشته یا که تماشا نکرده. کلمه استوا را ما از چی بیان کردیم، از تأویلات اهل سنت حضرت امام متولی رحمت الله علیه. میگویند کلمه استوا در لغات عرب زیاده از 5 معنا دارد. وقتی که استوا به معنای غالب آمدن، استوا به معنای عراض شدن، استوا به معنای قصد، استوا به معنای قرار گرفتن، به همین معنا که آمده است، هر چیزی که احتمال چند معنا را داشته باشد او را به خداوند جل و علا مطلق، که همچنانی که این مجسمه ها اثبات میکنن، میگن که خداوند بر عرش قرار دارد یا که مکان دارد، گفتن این دلیل کردن نادرست است. برای که هر چیزی که او کلمه اگر احتمال دیگر چیز داشته باشه او را درست نیست که قطعا برای خداوند جل و علا اثبات کنیم، ثابت کنیم که خداوند مکان دارد، خداوند در عرش قرار دارد. برای خداوند جل و علا خود در آیه محکم آیه 11 سوره شورا قطعی این همه این گپ‌ها رد می‌شود که خداوند جل و علا می‌فرماید استعیذ بالله لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. نیست مثل خداوند جل و علا شیء، او بسیار شنواست و بیناست. همه آیات محکم به همون چیزهایی که فکرهایی که امروز در بعضی فکرهای جوانان جاشیده است یا که در بعضی دانشمندانی که از حقیقت کار شاید آگاهی ندارند یا که مقصدشون برای فتنه کردن در مابین مردم میاندازند، اینها همه جواب و پاسخ همین آیه محکمی خداوند جل و علا است. وقتی که خدای تعالی اگر مکان ثابت کنیم، حکم این آیت باطل میشود که دیگر چیزها هم مکان داره. اگر بگیم خدای تعالی در مکان دیگر چیزها هم در مکان، اگر وحشت خدای تعالی در وقت میگذره دیگر چیزها هم وقت میگذره، خدای تعالی الکی مانند کردن میشه. برای همون خداوند جل و علا از این چیزها چی است؟ منزه. ما گفتیم که خداوند جل و علا خودش ازلیه، صفاتش ازلیه، اسمش ازلیه، ازل که ابتدا و انتها نداره. خداوند جل و علا که چه خیلی که پیش خلق کردن مکان چه خیلی بود، بعد خلق کردن مکان همون طوری که مکان ده یا یگان چیزی از داخل خودش ده خداوند جل و علا مانندی نداره. من میخواهم چنانه که بزرگای شیخ الاسلام یکی از جمله حضرت امام حافظ بیهقی رحمت الله علیه در کتاب اعتقاد و هدایه در صفحه 82 میفرماید که واجب است دانستن بنده استوای خداوند را، که نیست که استوا به معنی راست شدن از کجی باشد یا که قرار گرفتن در مکان باشد یا میساز کردن در باره شی باشد یا که خیلی باشد. از این نیست، بلکه استوا یکی لایقت به خداوند جل و علا دارد. که حضرت علی رضی الله تعالی عنه از اون چیز انا برای همون خلاصه کرده میگیم که انا خداوند جل و علا بر عرش همچنانی که خبر داده است بیچون و بیچگونه است. و این چنین آمده است که خداوند آمدن از مکان و مکان نیست و نیز آمدن به حرکت نیست و نزول و گذشتن برای او این چیزها را ثابت کردن برای خداوند جل و علا تو که درست نیست، برای که خداوند جل و علا خود رد میکنه. شیء و هو السمیع البصیر.